یک خوشخبر برای دنیای جودوی تاجیک که در فینال دو پهلوان امیدبخش دو پدیده نوروسته قرار گرفتند در قاره آسیا و در منطقه اقیانوسیه و آسیا. مدال طلا و مدال نقره به تاجیکستان میآید. مدال طلا به نام شادمان رضایف نوشته شد و مدال نقره به نام محمدجان عبداللهیف. سلام بینندگان عزیز، برنامه یک ورزشگر است از یوتیوب کانال جوانان تیوی. این زمان مهمان ما هستند یکی از جداکاران جوان کشورمان، یکی از پدیده های نوروسته که پرچم کشور ما را در عرصه بین المللی معرفی کردند. شادمان رضایف می باشد. خوش آمده شادمان به برنامه ما. خب اولا شما را برای صاحب مدال طلا گردیدنتان مبارکباد میگوییم و سوال اولمان چنین است که این اولین مدال طلای شما بود که در آسیا سزاوار گشتید. خوب میگفتید که وقتی آن را به گردن آویختید چه احساسات شما را فرا گرفت و از چه افتخار میکردید؟ واقعا درست قید کردید. وقتی من مدال طلا را به گردن خودم به گردنم آویزان کردم و در همان زمان پرچم عزیز خودمان گیمنی خودم صدا داد و از آن افتخار کردم. در چمپیونات آسیا اوید با جدا حریف پرقوت برای شما کی بود؟ در حقیقتا حریفان من 4 تا بودن. هر 4 حریفانم خیلی پرقوت بودن. از جهت فیزیکی گویم، از جهت تکنیکی گویم، از همه جهت بقوت بودن. حریف اولی من از جمهوری کره بود. کره‌ها در همین گشتنی زودا خیلی خوب هستند، خوب گشتین میگیرند. و دومین حریفم از قزاقستان بود. آن هم خیلی ورزشگر خوب ولی جوان بود. حریف سوم از جمهوری ازبکستان بودند. آن هم از جهت تکنیکی، از جهت فیزیکی خیلی بقوت بود. بر آن کس هم غلبه کردم و واخوری نیمه نهایی با ورزشگر خودمان محمدجان عبدالجلیلوف واخوردم و با محمدجان هم به واسطه یک وزری پیروزی به دست آوردم و پرچم عزیز خودمان را در همان مسابقه بلند برداشتم. انتظار داشتید که در همین چمپیونات آسیا با هموطن خویش محمدجان خودآزمایی می‌کنید؟ بله انتظار داشتم. وقتی قرعه‌کشی در همین مسابقات شد، در گروه اول محمدجان بود و در گروه دوم من بودم و من با دو حریف خودم غلبه کردم و با واخوری‌های نیمه نهایی برآمدم. در همانجا محمدجان با دو حریف خودش غلبه کرد و با واخوری‌های نیمه نهایی با ورزشگر هندوستانی بود و من خیلی باور داشتم که محمدجان بر آن کس غلبه میکنم و با واخوری فینالی با همراهی من خواهد برآمد. تا به این زینه‌های کامیابی رسیدنتان سهم کیا بیشتر است؟ والدانتان، مربیانتان یا اینکه همان تلاش و زحمت‌های خودتان؟ واقعا درست قید کردید. اولا میnnت‌داری و سپاس خودم را به عمکم رضایف خیرالدین میرسانم. آن کس بودند که مرا به همین روزها آورده رسانیدند. برای من خیلی دستگیری‌های بسیار کردند و تا حال کرده ایستادند. مقصد به همه عمکانم میnnت‌داری خود را بیان میکنم. همچنین به استادم احمد سلیم میnnت‌داری خودم را بیان میکنم که برای ما درس‌های خوب دادند و به همین روزها آمده رسیدند. کی و چه شما رو به میدان ورزش آورد؟ شوق و ذوق، تصادف یا که یکم چیز دیگر؟ بسیارتر شوق و هوس خودم در همین کشتیگیری بسیار بود. وقتی من معیده بودم در صنف پنجم یا که در صنف ششم می‌خواندم، مسابقه‌های مسابقه‌های نوروزی می‌شدند. با همین گشتین‌های نوروزی از خودی سفربر می‌شدیم با همراهی برادران. در همان گشتین‌ها گشتیگیری می‌کردیم، گشتیگیری‌های نوروزی. و از سال 2013 عمکم همین شوق و هوس من رو دیدم که در همین گشتیگیری شوق و هوسم خیلی زیاد است. مرا از سال 2013 با مؤسسه تحصیلات مکتب اینترنت ورزشی آوردند. در همانجا تحت راهبری استاد احمد سلیم تمرین‌های خود را دوام دادم. با مسابقه‌های بین‌المللی و جمهوری‌های سفربر شده. در آنجا با مدال‌های طلا، نقره سرفراز گشتم.
ورزش از نگاه شما چیست؟ و به انسان چی میده؟ چی منفعت داره؟ ورزش اولا با انسان تنی سالم، صحتی رو و زیبایی رو میبخشد و دوما اگر ورزشگری پرقوت قوی‌تر شدن خواهی مقصد تمرین‌های خود را باید بسیار کنی و پرچم عزیز را بالا برداری و برای سلامتی خیلی مهم فایده‌آور است. تشکر زیاد. ایدئال شما در ورزش کی است؟ و کی مانند شدن می‌خواهید؟ من با هیچ کس مانند شدن نمیخواهم و خودم حرکت مهنتم را زیاد میکنم و خود به خود میشوم. آیا روز شده است که مثال از همون کسب انتخاب کرده خود از همون ورزشی که انتخاب کرده ساحه ورزشی که انتخاب کرده پشیمان شده باشید؟ احساس پشیمانی کرده؟ نه، من احساس پشیمانی نکردم و خیلی خوشحالم که همین ورزش رو انتخاب کردم و رفته ایستادم در همین ورزش. خاطرماندترین لحظه های ورزشیتان را نقل کرده و بینندگان ما. لحظه خاطرمان برای من در همین چمپیونات آسیا بود که در همون تخته فخری یعنی پدستال میگویند در همون پدستال برآمدم و مدال طلا را به گردنم آویزان کردند و سرود ملی ما در همانجا طنین انداز گردید و من همان لحظه خاطرمانی من بود. و جوانان جهت مشغول شدن به ورزش چی توصیه ها میدهید؟ و جوانان که نو بر همین نه اینکه به گوشتن جدا به همه نمودی ورزش نو شروع کردم با آنها توصیه خودم را میدهم که با ورزش بسیارتر مشغول شوم، بسیارتر تمرین‌های خود را کنم، بسیارتر تمرین‌های دسته‌جمعی کنم و رژه خود را معین کنم و موفق خواهم شد. شادمان در آینده چی نقشه ها دارید؟ در آینده نقشه های من همین است که بعد از همین سال نو با مشق‌های دسته‌جمعی به جمهوری ازبکستان سفربر خواهیم شد. در آنجا طول 20 روز مشق‌های دسته‌جمعی خواهد شد و بعد از همین مشق‌های دسته‌جمعی یکمین مسابقات ما در پرتغال برگزار می‌گردد، مسابقه گران پریوی. بعد از آن به مسابقه گران پریوی سفربر شده در آنجا امیدواریم رشد خوب گیریم و برگ‌های المپی را برای پاریس 2024 جمع کرده و المپیاد سفربر خواهیم شد. تشکر زیاد شادمان برای یک صحبت صمیمی و شما پیش از همه سلامتی برای موفقیت ها. بینندگان عزیز، برنامه یک ورزشگر بود از یوتیوب کانال جوانان تیوی. ما را همراه باشید.